قابل افتخار بود که این پویش به مدال طلای ورزشی محدود نماند. سالار عقیلی عزیز یک قطعه بسیار فاخر رو به این پویش و این برنامه تلویزیونی هدیه کرد که روزهای قبل چندین بار برایشان پخش کردم. امروز هم یک مدال طلای دیگر به دست من رسیده. این مدال طلا هم باز در حوزه هنر هست. مدال طلای عکاسی است از مسابقات جهانی 2012 صربستان و آقای افشین آذریان یکی از عکاسای خوب کشورمون این مدال طلا رو برای ما فرستاده و نوشته که این جانب در رشته عکاسی فعالیت میکنم و بعد از وقوع زلزله غرب کشور سعی کردم با انتشار عکسهایم کمکی معنوی به هموطنانم کرده باشم. امروز تصمیم گرفتم جهت همراهی بیشتر با هم میهنان زلزله زده دستاوردی کوچک و عزیز را خدمت آن بزرگواران تقدیم کنم. امیدوارم منت گذاشته و این هدیه ناچیز را با بزرگواری خود قبول کنند و اگر شما صلاح دانستید بله با کمال میل آن را به حراج بگذارید تا بخشی از نیازهای مادی آنها برطرف گردد. صاحب اختیارید. افشین آذریان، 8 آذر ماه 1396. از افشین آذریان هم بسیار سپاسگزارم که مدال را هم برای ما فرستادن و شماره حسابی که شما محبت میکنید به ما کمک میکنید تا الان نزدیک به 15 میلیارد ریال جمع‌آوری شده به لطف لشکر بزرگ حالا خورشید که امیدوارم که این رقم تا انتهای هفته که میشه فردا خیلی بیشتر بشه. خیلی من شاید توقعم ازتون زیاده. مشکلات اقتصادیتون رو درک میکنم. اینی که خودتون در بحرانهای مالی هستید درک میکنم. اما زمستون نزدیکه و قلب تپنده و مهربان شما میدونم اجازه نمیده که دخترکان و پسران این سرزمین یا سالمندها در غرب کشورمون برف و سوز سرما رو در خانه‌های تخریب شده به سر ببرن، در چادرهای خیس به سر ببرن. قلب هممون به درد میاد. اینه که ازتون تمنا میکنم، خواهشتون میکنم که هر چقدر که در توانتون هست کمک بکنید. اولا من رو سفید باشم بین همین رفقایی که مدال‌های طلا رو دارن میفرستن و همین که وظیفمون رو دست جمعی بتونیم انجام بدیم در قبال مردم غرب کشورمون. این شماره کارت رو یادداشت بفرمایید بی زحمت. 62 19 86 10 29 35 65 64. یه بار دیگه هم میخونم. 62 19 86 10 29 35 65 64. به نام اردوان رحیمی است. حتی یک 10,000 تومانی از طرف شما هم میتونه قطره قطره هایی رو جمع بکنه و یک سیل محبت راه بندازه. زیرنویس هم کردن شماره کارت رو اگر لازمه از روی زیرنویس صفحه بردارید. در طول برنامه هم حتما مجددا براتون زیرنویس خواهم کرد. خیلی متشکرم از لطف و محبتشون. انشالله که خدا خیرتون بده. مهمان داریم؟ یه مهمون در 24 ساعت گذشته فضای رسانه‌ای یهو با حضور ایشان موجی رو تجربه کرد. من بلافاصله دعوتشون کردم بیاد داخل استودیو ابعاد ماجرا رو بررسی